به نام خدا. حکایت دامادی که در شب هجله متوجه شد عروسش را عوض کردند. در شبی پرستاره و مه‌آلود خانه داماد پر از سکوت و انتظار بود. دلش می‌تپید و سالها عشق و دلدادگی او را به این شب رسانده بود. چادر سفید عروس همچون مهی از ابریشم در نور شب‌ها می‌درخشید و سایه‌های آن بر دیوار می‌رقصید. داماد با دلی پر از شور و اضطراب گام به گام به سوی تخت پیش رفت. دستش بر چادر افتاد و با لرزشی آرام آن را کنار زد. اما نه، چهره‌ای که دید خواهر بزرگتر بود، نه دختر محبوبش. دلش فرو ریخت و شمع‌ها در حیرت لرزیدند. سایه‌ها بر دیوار همچون شاهدان خاموش حرکت کردند و نگاه او را دنبال می‌کردند. داماد با صدایی لرزان میان خشم و اندوه گفت: چرا او نیست؟ دختر معشوقم کجاست؟ خواهر بزرگتر سر به زیر انداخت. با صدای آهسته و پر از شرم پاسخ داد: من عاشق تو نیستم، اما پدرم خواست که من جای خواهر کوچکترم را بگیرم، زیرا دیگر خواستگاری نداشتم و سنم می‌گذشت. من فقط مجبور شدم. داماد نفسش بند آمد. دلش پر از خشم و سردرگمی بود. قدمی به جلو برداشت و گفت: تو بدون خواست من و بدون عشق من چرا مرا فریب دادی؟ چرا او که من عاشقش بودم اینجا نیست؟ خواهر بزرگتر سرش را پایین انداخت و ادامه داد: خواهرم، او نمی‌داند تو برای او خواستگاری آمده‌ای. ما همه چیز را پنهان کردیم. من جای او نشستم. فقط برای اینکه زمان نگذرد و زندگی من تباه نشود پدرم این را خواست. داماد با عصبانیت و اندوه گفت: پس عشق واقعی من، خواهرت کجاست؟ چرا این نیرنگ را بر من انجام دادید؟ در همان لحظه خواهر کوچکتر که تا آن لحظه ساکت بود با چشمانی پر از اشک وارد شد و گفت: من هیچ نمی‌دانستم، اما عاشق تو هستم. اگر مرا می‌خواهی آماده‌ام با تو باشم. داماد لحظه‌ای سکوت کرد. نگاهش بین خواهر کوچکتر و بزرگتر رفت. قلبش زخمی بود، اما عقل و اقتدارش روشن شد. او با آرامش اما محکم گفت: پس حقیقت آشکار شد. عشق واقعی با فریب و پرده پنهان نمی‌ماند. اما تصمیم نهایی با من است. کسی که دل مرا دارد باید با آزادی و عشق واقعی کنارم باشد. خواهر بزرگتر با بغض و اشک گفت: می‌دانم. پوزش می‌طلبم. من قربانی بودم. چاره‌ای نداشتم. مجبور بودم به حرف پدرم گوش بدهم. اما عشق تو جای دیگری است. داماد سپس به خواهر کوچکتر لبخند زد و دستش را گرفت و گفت: حالا که حقیقت آشکار شد، راه با توست. اگر مرا می‌خواهی با دلی پاک و بدون ترس کنارم باش. دختر کوچکتر سرش را تکان داد و گفت: من عاشق تو هستم و هرچه گذشته را پنهان کرده بودن را فراموش می‌کنم. مرا از حقیقت باز نداشت. عشقم به تو کمتر نشد. اکنون آماده‌ام. داماد لبخندی زد و گفت: پس امشب شب فریب بود، اما فردای ما روز عشق واقعی خواهد بود. خواهر بزرگتر با اشک و احترام جایگاه خود را شناخت و پذیرفت که مسیر زندگی داماد مسیر عشق حقیقی او نیست.
اتاق خارج شد. شب با تمام پرده ها و رازها گذشت و داماد با غرور و اقتدار آینده‌ای روشن و پر از عشق واقعی را رقم زد. صبح که دمید، خورشید با نور طلایی خود آغاز فصلی تازه را نشان داد. داماد و عروس کوچکش آماده بودند تا مسیر زندگی را با عشق و عدالت و صداقت طی کنند و هیچ پرده و فریبی نتواند عشق حقیقی را از آنان بگیرد. اگر تو جای داماد بودی و شب هجله متوجه می شدی عروس رو عوض کردن، چه واکنشی نشون میدادی؟ نظرتو برام کامنت کن. پایان حکایت.